مذهب اسلامی که پیغمبر برای ما آورد، نه اون چیزی که به آن اضافه کردند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختند. مگر دهقانی که زن او حقوق مساوی با او پیدا کرده است و دختر او که امروز درس می‌خواند، مگر خود او یا زن او یا دختر او کمتر مسلمان است؟